به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز گرامی، برادران و خواهران ارجمند، به برنامه خودتون، برنامه بازشگاه خوش آمدید. من محمود جان فیض رحمانوف هستم، همراه همکارم برادر بابا جان قیومزاد. امیدوارم که صحت و سلامت، موفق و سربلند و بی‌غم و درد هستید، بخصوص در این روزهای گرم و در این روزهایی که در همه جا وبا هست. خداوند همه شما را نگهبان باشد، یار و مددگارتان باشد. یک بار دیگر خوش آمدید برادر بابا جان، همکارم، خوش آمدید شما هم. سلامت باشید محمود جان. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. در خدمت هستیم. سلامت باشید. موضوع بحث ما پیشوا دیواری نمکش، یعنی پیشوا مثل دیواری نمکش شده است که هر یک نفری که درباره پادشاه یا انتقاد کند یا مقایسه کند بین پادشاه و عالم، اون موردی بازداشت و بازپرسی قرار میگیرد. خیلی که میدانید در رسانه ها آمده است مخدوم عبدالقیس عبداللهیف، یکی از روحانیان شناخته تاجیکستان، در مراسم دفنی قاری میرزا خدا رحمتش کند، جایش را جنت کند، استاد ما هم می شود، در مراسم اون در دهه ویانی ناحیه وخش اون صحبت کرده است و اون را دیروز به گفته منابع بامداد، رسانه بامداد بازداشت کردند. اون را به شهر بختر دعوت کردند، در اونجا اون را بازجویی کردند و خویشاوندانش میگویند که احتمال زیاد اون است که اون در به سبب همون صحبتش در مراسم جنازه، مراسم دفن قاری نظام الدین در ناحیه ویانی وخش رخ داده است. چنین اتفاق رخ داده است، بازداشتش به همین سبب است. و خیلی که میدونید قاری نظام الدین یکی از قاریان مشهوری تاجیکستان، برادری قاری عبدالخالق است از ناحیه قمسنگیر. اون قاری عبدالخالق که اونم چند وقت پیشتر درگذشتن، خداوند جاشو جنت کنن. لازم به یادآوری است که بنده صنفی نمیدونم 4 بود 5 همون وقت اتحادیه شوروی، من در نزد ایشان درس میخوندم قاریگی. خیلی که در اون وقت ها، حالا که متاسفانه چنین چیز نیست، در همین وقت های تابستان، بخصوص همین ماه های ایول اوگوست، وقتی که مکتب تعطیلات میشد، برخی از مردم برای فرزندهاشون میفرستادند نزد داملوهای تقلیدی، محافظه‌کاری محلی و در اونجا درس میخوندند. من به نظرم صنفی نمیدونم 4 یا 5 بودم، 1986 بود تقریبا. همراه پدرم نزد این قاری نظام الدین رفته بودیم و در اونجا من حدود 2 ماه قریب در همین تعطیلات تابستانه درس خوندم. انسان خیلی قاری، خیلی مشهور بود و خیلی انسان فاضل و صالح بود. خداوند جایش را جنت الفردوس کند. استاد ما هم هستند و همچنین من این جاش آمده است که در نوبت خود تسلیت خودم را، همدردی خودم را به خانواده بیان بدارم. خداوند جای او را جنت الفردوس بگرداند و به خانواده‌اش و اهل عائله‌اش خداوند صبر جمیل. همچنین من لازم میدانم که از مردم دهه ویان برای اون نان نمکی که به ما دادن و به همه ملو بچه هایی که در اون وقت در نزد قاری میدادند نان نمکی دادن، برای این نان نمک و سپاسگزاری کنم، قدردانی کنم. خداوند همه زحمت های شما و زحمت های شما را خداوند به خاطر این جزای خیرتون بتید و در نامه اعمالتون نوشته کند و این که قاری نظام الدین در گذشته برای همتون صبر جمیل خواهانم. برادر بابا جان، مثلا وقتی که این باری اول نیست که یک ماه اخیر یک یعنی بخشش زنگ آمده است به من. باری اول نیست که باری اول کلمه
پادشاه رو استفاده بودن. تاجیکستان قیاس کردن پادشاه و نمیدونم چی چیزها، یعنی جنایت است قیاس کردن، مقایسه کردن یا گرفتن نام پادشاه. این قاری مخدوم عبدالقیس عبداللایف و چرا بازجویی و بازداشت شده است و اون گفته است که خداوند به این قاری، مثل این قاری و مثل این عالم قاری نظام الدین، خداوند قدر و منزلت داده است، حتی یک پادشاه مثل یک عالم مثل همین قاری نظام الدین قدر و منزلت ندارد. گفته مثلا به خاطر همین احتمالاً بازداشت است. آیا در تاجیکستان مقایسه کردن بین پادشاه و این جنایت است؟ خب اگر یک بار محمود جان به این مسئله پیشوا درست نگاه کنیم، شما حالا گفتید پیشوا دیواری نمکش، در واقع من میگویم پیشوا بلای ملت. واقعا هم به یک بلا، به یک مصیبت ملت تبدیل شده است این پیشوا با این قانونش، و ملت ما رو خیلی ها رو زندان کردن به خاطر این قانون، به خاطر این ابلهی که کردن. مثلا یک نفر حق ندارد اعتراض کند به پیشوا، مثلا نمیخواهد پیشوا داشتن. یک نفر خودش رو گوسفند نمیشمارد و میگه من پیشوا داشتن نمیخواهم، من چون انسانم، ولی میآیند اونا میبرن زندان میکنن. و یک بار اگر نگاه کنیم، من پیش از این که به این مسئله برگردم محمود جان، به قضیه بازداشت این داملای محترم مخدوم عبدالقیس، من میخواستم یک نکته رو به یادآور شوم و یک تشبیهی که واقعا هم بیایم درست نگاه کنیم به قضیه. یک بار ما نگاه کنیم همین ضحاک، نمونه ضحاک رو نگاه کنیم که در شاهنامه وقتی که فردوسی ضحاک رو مثال آورد، در واقع منظورش از این موران ضحاک چی بود؟ موران ضحاک منظورش چی بود از قیاس آوردن؟ وقتی که جوانان مغز جوانان رو میبرن و به خوردی اون مارها میدهند، میبرن مارها گویا که مغزی چیزا رو میخورن. در واقع فردوسی با این تشبیهش خواست نشان بدهد که واقعا بعضی از رهبران، بعضی از شاهان، بعضی از پیشواها و بعضی از پسواها یک قانون‌هایی دارن، یک چیزهایی دارن که علی همین طور جوانان را به زندان میکشند، به نابودی میکشند، در بدر میکنن، مهاجر میکنن. و عین همین است. ضحاک بیشتر از این کار نمیکرد. در واقع اون چیزی که تشبیه که فردوسی کرده است برای همین است. اگر ما نگاه کنیم امروز هم مارهای ضحاک امروزی داملا عبدالقیس را زندانی میکنن به خاطر یک گپ. مارهای ضحاک امروز داملا عبدالحق را که در جنازه داملا محمدی خدا بیامرزدش داملا حکمت الله بله. حالا ببینید غیر از این ماران ضحاک امروزی کسانی را میبرند به خاطر اون که اون پیشوا را قبول ندارد و چندین سالها زندان محکوم میکنند. ماران ضحاک امروزی مردم بیچاره را از وطن به وطن کردند، در بدر کردند. ماران ضحاک امروزی مال و ثروت و امکان چیزهای پول و مالی یک گروه مردم دیگر را با زور کشیده گرفته ایستادند، اونها را در بدر کرده ایستادند و یگان چیز دیگر نیست. عیناً همین است که ما امروز اگر نگاه کنیم، در اون زمان اگر فردوسی ما میگفت که ماران ضحاک سری جوانان، مغز جوانان رو میخوردن، امروز هم عیناً ماران ضحاک سری جوانان و سری داملاها و سری مردم ما را خورده ایستاده. در واقع همین است. همین ولی دوستی ازم بابا جان، اونجا پادشاه گفته است، نه پیشوا گفته است، نه یگان چیز، فقط گفته است از یک پادشاه، یک عالم در نزد خدا یا که در عموم قدر و احترام منزلتی بیشتر دارد، یعنی تنها پادشاه گفته است. چی این رب به پیشوا دارد؟ طبیعت انسان ها همین است. وقتی که یک انسان، شما تصور کنید یک نفر دزد وقتی که میدزدد یک چیز را، اگر شما در یک جای مردم زیادی هم باشند، شما دزد بگوید یک بار کو، اون تشویش می شود، چون که دزد است، واقعا دزد است. ولی انسانی که با دزد نباشد، اگر شما 100 بار دزدها رو حقارت هم کنید یا چیزی بگوید، اون اصلا درک نمیکنه، احساس نمیکنه چیزی. ولی یک دزد وقتی یک دزد رو حقارت میکنه در یک جمع زیاد، یک دزدی که در اونجا هست اون احساسی حقارت میکنه، اون به شما عکس العمل نشون میده. عیناً همین دزد است. اینا
امروز چون پیشوا خودش رو همچون یک پادشاه میدوند، خودش رو در موقع بالاتر از همه قانون و همه چیز میدوند، واقعا هم وقتی درباره پادشاه هم گپ زنی اگر او به خودش میکشد، درباره نمیدونم ملیک هم گپ زنی او به خودش میکشد، درباره پرزیدنت هم گپ زنی او به خودش میگیرد، درباره پیشوا هم گپ زنی او به خودش میگیرد. همین است دیگر. شما حتی اگر درباره حکومت تاجیکستان بگیرم اون به خودش میگیرد. امروز تماما یک چیزی عجیب شده است واقعا. شما فکر کنید که یک آدم اومده است به همین درجه رسیده است و عیناً مثل همون موران ذهاب دارد سر مردم رو میخورد. امروز دملاق عبدالقیس، مخدوم عبدالقیس رو بردن، چند روز پیش دیگرش رو بردن، پیشتر جوانای دیگر رو بردن. چندین جوانی هست که امروز به خاطر همین قانون یعنی همین پیشوا نمیتونن به تاجیکستان برگردن، نمیتونن به نزد پدر و مادرشون بروند، در بدر شدن از کشور به خاطر همین ضحاک مورانش واقعا. و این پس مردم حق ندارن وقتی صحبت کردن درباره پادشاه و اینها دیگر یک کلمه های ممنوع است در تاجیکستان. خب مردم باید دیگر به این واقعیت ها پای ببرند و واقعا عکس العمل نشون بدن. مردم نباید کسی که وقتی که آخر من نمیدونم چه خیلی میشه این وقتی که آدم رو برای یک شعر کلاسیکی زندان میکنن و پرونده باز میکنن، دیگه از اینو همه چیز امکان داره. وقتی یک آدم شعر سینا رو میخونه در دادگاه اون زندان میکنن، برای پرونده باز میکنن. وقتی که یک نفر یک شعری یک نفر دیگر خونده است که گفته است من نگفتم که تو پادشاه نشوی یا پیشوا نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر، برای اینم میبرن زندان میکنن، پرونده باز میکنن که این شعر یک کلاسیکی است که در زمان گذشته گفته است رفته است. بس چی انتظار داری از این حکومت؟ اینها برای پادشاه گفتن هم، برای ملیک گفتن هم، برای پرزیدنت گفتن هم میتونن هر کاری بکنن. واقعا از این مردم دیگر من نمیدونم چی بگم. از این طایفه هر چی انتظار شدن ممکن است. ولی دوستان ببین مخدوم عبدالحق که پیشتر بازداشت شده بود در اونجا نام پیشوا را گفته بود که وقتی که عالم ها را خداوند از بین مردم میگیرد، پیشواهای نادان و جاهل یعنی فتوا میتین و اونها مردم اونها را پیشوا میگیرن. یعنی فکر نمیکنی این ربط به خود پیشوا داشته باشه؟ اصلا فتوا را که این پیشوای این چنینی فتوا نمیتین، اینا با فتوا و با این چیزا که سر و کار ندارن. ولی از بس که آدم‌های عقده‌ای شده است، این شخصیت بیمار است، همه چیز رو به خود میگیرد. واقعا هم این یک بیماری روانی است که برای مثال شما یک بار نگاه کنید، من یک مثال میارم در روانشناسی. وقتی که از نگاه روانی یک انسان را نگاه کنید شما، مثلا اگر چشمش کور باشه یا مثلا بعضی انسان‌های هستن که روش مثلا سوخته است یا با یک طرز مثلا یک اراده دارد، شرم دارد، یک عیب دارد، وقتی در یک جا رد میشود و شما چند نفر ایستادید با هم میخندید، او برمیگردد با شما میجنگد، شروع میکنه شما برای چی میخندید؟ شما با من خندیدید میگه. چرا؟ چون که اون کمبودی رو در خودش میبیند، میداند و واقعا هم کمبودی دارد و فکر میکند که همه با اون میخندند. و امروز هم هر کسی اگر درباره یک پیشوا، یک ملیک، یک شاه، یک پرزیدنت گپ زند یا حتی درباره ظلم گپ زند، او به خودش میکشد، چون که واقعا انا همون کمبودی، انا همون مشکل در او وجود دارد، انا همون بدبختی ملت در او وجود دارد و اون میبیند که یعنی بیماری پارانوید یعنی شما به این نظرین که پیشوا به بیماری خطیری پارانوید گرفتار است؟ طبیعتاً این مشخص است. شما یک بار تصور کنید مگر یک آدمی سالم واقعا هم با چنین عکس العمل میکند. مثلا اگر من و شما در یک جا رفته ایستاده باشیم، چند نفر با هم میخندن، آیا ما عکس العمل نشون میدیم؟ یا انسان‌های دیگر، انسان‌های سالم از اونجا رد شوند، آیا اونها عکس العمل میکنن با خنده دیگر رو؟ نه، یه چیزی عادی قبول میکنن، چند نفر با خود میخندد، این حق اونهاست. ولی یک نفر که واقعا هم در خودش کمبودی را میبیند،
ایراد دارد، واقعا هم یک عیب دارد، اون همه چیز رو به خودش میکشد، همه چیز رو به خود میگیرد، چون انا همون مشکل در خودش واقعا وجود دارد. و امروز رحمانوف این رو درک میکند که مردم از او بیزار است، واقعا این رو رحمانوف میفهمد. برای همین هر کسی اگر درباره، شما تصور کنید اگر یک نفر بیاد از ظلم بگوید، ظلم حتی ظالم بگد، نام هیچ کسی رو نگیرد، درباره یک ظالم صحبت کند، رحمانوف به خودش میکشد. این رو ما در خبرها دیده بودیم که در گذشته که شما باید درباره ظالما صحبت نکنید میگفتن. چرا؟ برای که واقعا هم رحمانوف میداند که ظالم است، میداند که مردم از او بیزار شده است و واقعا هم اون چیزی که امروز او در تاجیکستان میکند این مردم شایسته اون نیست و این رحمانوف خودش درک میکند. ولی بسیار خوب. ببین دوستی ازم، مثلا در یک سال اخیر قریب از برخی از منابعی که از 500 نفر زیاد از برنامه اخوانی ها با برنامه اونهایی که در ایران خوندند، اونهایی که نمیدونم در مصر و در دیگه جا خوندن بازداشت کردن، درست است؟ و باز همین چند ماه اخیر میبینیم مولای عبدالحق رو بازداشت کردن، مولای نغزلی رو بازداشت کردن، اون مولای عبدالبگی یزگلامی رو بازداشت کردن، حالا عبدالقیس رو بازداشت و بازپرسی کردن. یعنی مثلا نه انتخابات حالا داریم، نه نمیدونم چی، چرا اینقدر یعنی همین چند ماه اخیر اینقدر بازداشت ها بیشتر شده است؟ خب طبیعی است و من فکر میکنم که در نظر ما بیشتر میتونه، چون که از سال 2015 وقتی که این قانون پیشوا واقعا هم یک بار فکر کنید، وقتی این قانون پیشوا قبول شده است، دیگر ملت همه در همین حال است، بازداشت ها از همان روز کم نشده است. درست است که بازداشت های بعضی شخصیت ها در این مثلا ما میگیم که بیشتر شده است، من فکر میکنم که بازداشت ها بیشتر نشده است، فقط رسانه‌ای شده است بیشتر، و الا بازداشت ها بیشتر از این بیشتر هم بود ولی رسانه‌ای نمیشدن. مثلا ما و شما میدونیم درباره همین قضیه اخوانی ها کی خبر دارد، کی خبر میدهد، درباره چند نفر میدونیم؟ ما میدونیم از اون چند نفری که میشناسیم که نمیدونم استاد دانشگاه بودن، نمیدونم پزشک بودین، این وای دیگر چیزی نمیدونیم، درباره هیچ کدامش معلومات نیست، رسانه‌ای نشد اصلا. ما از زبان این و اون فهمیدیم که اینقدر مردم زندانی شده است. در تنها یک خبر میآید که مثلا 100 چند نفر حکمش صادر شده است، دیگه خبر نیست اصلا، درباره اینها معلومات نیست. ولی درباره وقتی که چند مولای با نفوذ مشهور بازداشت می شود، در مثلا یکی از مریدانشون باشد، شاگردانشون باشد که خداوند خیرشون بتید و جسارت دارن، اونها رسانه‌ای میکنن و ما فکر میکنیم که در این بیشتر شده است و الا این از سال 2015 تا امروز همین موج ادامه دارد. ببین حالا شما از گفتید بعد 2015 داریوش رجبیان، اون ژورنالیست معروف که حالا در بی بی سی کار میکند، اون در سال 2015 گفته بود که اگر هنید حزب نهضت در تاجیکستان بسته شود، دری شیطنت باز خواهد شد. درست است؟ گفته است که مثلا در همون صحبت، اگر در صحبتش همین گپ گفته است که واقعیت های کشورم رو میشناسم و بدونم که حزب نهضت در تاجیکستان بسیار بسیار شدار و مهم است. صرف نظر از تمام جلوه های حکومتی، هنید هواداران بسیاری دارد، چی مخالفانش بپذیرند و چی نه. هنید یک نیروی راستین است. هر دولتی که این نیرو را نادیده میگیرد کور است و چیزی که مخالفان سری فرمان میکنند کندن گور است. لطفاً توجه داشته باشید و گوری دولت رو با دست خود نکنید. دوستداران دولت، یعنی خطاب به دوستداران دولت گفته است که گوری دولت رو با دست خودتون نکنید. موافقت به بستن شدن هنید در تاجیکستان عین کندن گور برای دولت رحمان است. یعنی میگد که یعنی گراندن همین یعنی بستن حزب نهضت عین کندن گور برای دولت رحمان است. این کار رو نباید کرد و اگر عقل سالم باقی است، فردا دیر خواهد شد، بسیار دیر، به حد دیر که ما دیگر فرصت ترمیم خرابکاری های خود را نخواهیم داشت. یعنی میگد که نادیده گرفتن حزب نهضت صرفا به باخت نادیده گیرنده می انجامد. به نظر شما این گفته داریوش درست است؟ یعنی این یعنی تحلیل دورنمایی که داشت کرده است به نظرتون درست گفته است؟ اگر یک بار درست نگاه کنیم محمود جان، بعد از بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واقعا
روندی همین بیداری ملت بیشتر شد، روند آزادی خواهی گسترش یافت، روز به روز بیشتر هم می شود و این واقعیت است. این خودی حکومت هم درک کرده است و همون هایی که ولی ببین دوستم، شما این خیلی میگید، ولی وقتی که 2015 رحمانوف ضعیفتر بود حالا قویتر است. یعنی ببین قانون پیشوا رو مثلا تصویب کرد و نمیدونم دیگر حالا خودشو تنها یکتاز میشمارد در تاجیکستان. ببینید محمود جان، ما اگر از یک طرف از یک زاویه دیگر نگاه کنیم، درست او یک کتاس شد در فضای سیاسی، ولی واقعا هم امروز مردم مهاجر وقتی با جسارت صحبت میکند ضد رحمانوف، ضد سیاست های رحمانوف، ضد سیاست نمیدونم قانون پیشوا، ضد دیگر، آیا در سال 2015 چنین بود؟ نبود. در سال 2015 فقط چند نفر صحبت میکرد که واقعا هم فشار بالای خانواده‌هاشون وحشتناک بود، ولی امروز دیگر حکومت نمیدوند بالای کی فشار بیارد، زیرا که مردم الکی بیدار شده است و اونقدر مردم زیاد صحبت میکنن، اونقدر مردم اعتراض میکنن که دیگر حکومت رحمانوف نمیدوند از کجاش به اصطلاح پیشگیری کند. و این یک طرفی مسئله است. دوم طرفی مسئله، حالا شما بیایید ببینید امروز مرز افغانستان و تاجیکستان به دست طالبان افتاده است. درست؟ حالا اکثریت یک گروه زیادی را حکومت تاجیکستان هم یک دقیقه دوستم بابا جان گوش کن دوستم، حالا به قضیه اون افغانستان مونیم. فقط همین که شما معتقده که در شیطنت بعد بستن نظر در شیطنت باز شده است در تاجیکستان، یعنی دیگر همه را بازداشت و اجازه بدید من همین گپ بگم، دلیل بگم برای همین است. وقتی که میگیم که امروز طالبان آمدن در مرز و حکومت تاجیکستان میگه که ما از هنیت خطر داریم نه از طالبان، با چی معنا است؟ این در کجا گفته است؟ رشید رشیدیان یکی از فیک های امنیتیه که نه فیک دلیل نمیشود. فیک دلیل نمیشود دوستان. شما صبر کنید، معنی بیردیش بیستید. فقط گفتی محمد جان با شما در اعتراض کرد در یک جایی که با صحبت میکردیم، گفت اکمون ما هم گپ زنیم اینجا برنامه بازشیگه بست برای شما، ولی نه من واقعیت میگم شما دلیل از یک فکر حکومت میگی. ببین برای که شما من اتفاقا منتظر نمیمونید که من دوام گپ ما بگم. یک وقتی که یک فکر وقت صحبت یک چیزش میگه، یک با اصطلاح مقاله‌اش نشر میکند و اون مقاله اون فکر امنیتی میآید در تمام رسانه‌های رسمی کشور نشر میشود و رسما بله در تمام رسانه‌های ناحیه‌ها نشر شد. حتی در تمام ناحیه‌ها این مقاله نشر شد و این یک چیزی نیست که شما اینا بگید که دیگر از یک فیک است. من میگم میتونید یک اون لینک رو حکومت است، یعنی این حکومت ما همش فیکی است. شما حالا با فیک شما باور نمیکنید، ولی با نمیدونم همین لینکی با سامانه ناحیه اسفره، با سامانه ناحیه های دیگر مگر شما باور نمیکنید این رسمی نیست؟ نامی همون چی است؟ نامی مقاله هنیت برای ما نامش واسه دقیقاً در یادم نیست، ولی هنیت برای ما خطرناک نیست. ما از طالبان برای ما خطر ندارند، هنیت خطرناکتر است. این رشید رشیدیان این را نوشته است، در اکثر سامانه ها الکی هست، در سامانه های رسمی حکومت. ولی شما ببینید وقتی که اونها به اینجا میرسند الکی اونها خطر رو احساس میکنن. شما مطمئن باشید دیگر مردم وقتی که دیدند اونها نهضت اسلامی تاجیکستان را که میخواست با راه دموکراتی با انتخابات با اینها پیش برود سرکوب کردند. حالا طالب ها از طریق با زور عراق آمدند، اینها میخواهند اونها را در کنار خودشون داشته باشند، ولی فراموش کردند که واقعا هم اون گروه جوانانی که امروز در داخل تاجیکستان از حکومت آنها ناراضی هستند و از طرف دیگر از سیاست‌های نهضت اسلامی تاجیکستان هم ناامید شدن، اونها آماده هستند که کجا بروند. اونها خودشون در کجا پیدا میکنند؟ جای خودشون مگر غیر از
اون طرف آب در جای دیگر خودشون میبینن و باور میکنن دیگر به مبارزه دموکراتی و انتخابات. این واقعا مصیبت است که در شیطنت رو واقعا هم باز کرده است و این را احساس میکنه. واقعا هم داریوش اینا خیلی دوربینانه و خیلی چی میگن با یک تحلیل عمیق گفته است و این خودش نشان میده که دیگر امروز جوانای اکثریت جوانانی که بودن به مبارزه های آزادانه یا دموکراتی نهضت اسلامی تاجیکستان باور داشتن، امروز دیگر باور ندارن. میگن ما فقط از طریق از راه مثل طالبان با قدرت و بازور میتوانیم و این الکه این راه ها باز شده است و این فکر این الکه این ایده را در ذهن جوانان زنده بیدار کرده است و این خطر است و این خطر را داریوش درست گوش زد کرده بود. ولی متاسفانه در اون وقت گوش پیشوا و پیشوا پرستا کر بود. ولی نمیدونم، حالا خداوند خودش به حال ملت و کشور ما رحم کند. بله برادر بابا جان، حالا شما که نام همون را گفتید، من پیدا کردم در مثلا در مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه 5 آمده است که طالبان افغانستانی خطر ندارند، دشمن ملت نهضتی هایند. من واقعا پیدا کردم و با بینندگانم که میتوانند لینک ها رو که من اینجا گذاشتم ببینند. واقعا درست گفتید، یعنی این مطلب در خودی چی هم ذکر شده است، در خودی یعنی رسانه های حکومتی رسمی حکومتی نیز آمده است. بله این درست است که پس من اینجا حالا گفتم بله یک چیزی که دارد. بعد یک چیز دیگه دوستی ازم بگویم، حالا در مسئله همون نهضت رفت، من یک دو سوال دارم ولی اونا بعدتر میگذارم. حالا مسئله نهضت که رفت، ببینید شما مثلا حکومت با نمیدونم با اون طرفی با اون اینترنت هجوم کرد است در علیه نهضت یعنی موقع رسمی حزب نهضت، درست است؟ و در اونجا ادعا شده است که نهضت رو هم جزئی همین یعنی این مال نهضت است. واقعا نهضت رو که حالا بسته شده است مال نهضت است؟ ببینید این اصلا یک چیزی جالب بود. یکی از تقلب‌کاری ها و فریبکاری های دیگری حکومت بود که برای ما آشکار شد و خیلی جالب است. چی فریبکاری؟ نهضت ارد از شما است. بله نهضت ارد از شما است. بله در سال 2019 یک سامانه در رسانه ها در فضای مجازی شروع به فعالیت کرد به نام نهضت رو فعالیت کرد و کاملا اون نهضت رو با مثل همون دیزاین سامانه نهضت ارگ بود. وقتی که ما این سامانه رو پیگیری کردیم دیدیم که اصلا به ما ربطی ندارد، به نهضت اسلامی تاجیکستان ربط ندارد. پیگیری کردیم، رفتیم دنبال این و آمدیم سامانه نهضت رو دیدیم که خبرهاش بیشتر به حکومت تاجیکستان نزدیک است. ما بلافاصله چون احساس کردیم که این یک نیرنگ است، یک تقلبکاری و یک به اصطلاح چیزی در پشت این هست، از حیله های حکومتی است، امنیتی حکومت است، در ما یک بیانیه دادیم که نهضت رو به نهضت اسلامی تاجیکستان ربط ندارد. این بیانیه در سایت نهضت اسلامی تاجیکستان وجود دارد. اما چند پیش ما در اینترنت یک چیزی را دیدیم که خاور شکایت کرده است از بالای سایتی با شکایت کرده است از بالای سایت نهضت ارگ که این یک سامانه افراطی است، این باید بسته شود فلان، زیرا که نهضت رو هم به همین وابسته بود او بسته شد بر اساس چون که اون سامانه تروریستی یا افراطی یا چی اون بسته شد. در حالی که خطر اینجا چی خطر داره نهضت رو، یعنی چی مشکل است؟ مشکل در کجا؟ نهضت رو تمامی مطالب رو نشر میکردن اونها که مربوط به اونها بود و به ما ربط نداشت اصلا، ولی اونها میخواستن ثابت کنن که ما یک گروه افراطی هستیم و همون موادهای افراطی خودشون در سایت نهضت رو از نام ما نشر کردن. ولی باز هم فکر کردن، واقعا هم فکر کردن که مردم دیگر هم به عقل هستن
مثل بیگ صبور در اونجا نشستند و فرقی نهضت رو و نهضت آرک رو نمیکنن. همه را مثل بیگ صبور خیال کردن. در شما چیکار کردید؟ ما اعلان کردیم این رو و سامانه نهضت آرک فعال است و در هم تمامی چیزهایی که در سامانه هست از بیانیه و از اظهارات و از همه چی به زبان انگلیسی هست، به زبان روسی هست. هر کسی که میخواهد موقع نهضت رو ببیند میتواند از اون بیانیه ها، از اظهارات، از تمام اون چیزها موقع حزب رو ببیند و تشخیص بدهد. مشکلی نیست. و این هم تشخیص دادن که کسی این رسانه رو نبست. یعنی شما معتقدید که حکومت سوء استفاده میکند از مبارزه ضد تروریسم علیه شما؟ بله 100%. با نیرنگ هایی که دارد همین کارو کرد ولی موفق نشد. بازم میگم، تاکید میکنم که سامانه نهضت آرک چون به زبان روسی و انگلیسی هم فعال بود، کسانی که دنبال کردن دیدن که این رسانه هیچ ربطی ندارد و نهضت آرک حالا هم فعالند. بسیار خوب. برادر بابا جان، یک سوالی که من دارم واقعا همون چیزی که حالا پیشتر گفته بودم که مثلا من در نزد دوملا قاری میزان الدین در دهه ویانی ناحیه وخش درس خوندم. 2 ماه من مهمان همون مردمی همین دهه بودم. خیلی مردمی نان نمکدان قدردان. و یک چیزی که برای من حالا در فکرم آمد، میخوام شما را با شما شریک بسازم، سوال بپرسم، اینه که مثلا وقتی که حتی وقتی سیوز بود، مثلا 1986 بود، 87 بود، چندی بود، من رفتم اونجا 2 ماه در وقت همین تعطیلات تابستانی 2 ماه اونجا درس خوندم. یک مولای محلی بسیار معتدل، انسان خوب و مردم هم همین خیل آدم های مثلا در یک حجره بودیم. همراه دیگر کس حالا نام نمیگیرم که باز اونها رو مشکل ایجاد کنم. من اونجا بودیم مثلا درس میخوند 2 ماه من اونجا بودم. بعدی که تعطیلات خلاص شد رفتم باز مکتب از ماه سپتامبر شروع کردم. سوال این است که همین واقعا حالا درباره طالبان گفته، درباره سوء استفاده از تروریسم دیده، حالا همین چیزها در تاجیکستان وجود ندارن؟ بله، یعنی همین واقعا یک چیزی خوب نبود. حتی من فکر میکنم خود شما هم در تعطیلات تابستانی درس میخونده در نزد بعضی ملاها. این از نگاهی همین اعتدال نگاه داشتن مردم در اعتدال، خصوصا همون قشری روحانیت و این خیلی برای ضد همین تروریسم یا که این فکرهای افراطی اینها خیلی مؤثر نیستن، ولی متاسفانه که حالا وجود ندارن. درست است محمود جان. اگر ما با قضیه یک کم دقیق‌تر نگاه کنیم، ببینید بعد از اینکه حکومت ما احساس خطر کرد از اونهایی که در خارج تحصیل کردن، بیشتر اونها رو بازداشت کرد. مثلا تحصیل کرده های پاکستان بازداشت شدن، تحصیل کرده های مصر بازداشت شدن، تحصیل کرده های سعودی بازداشت شدن، تحصیل کرده های ایران بازداشت شدن. تقریبا دیگر یگان کسی نموند که به اصطلاح یک کم از مسائل دینی آگاه باشد. و از طرف دیگر وقتی که جوانانی که در کشورهای دیگر تحصیل کردند آمدند، یک کم با همون به اصطلاح به تندی دست دادن، یعنی یک انتقادهای کردن از بعضی ها، یک چیزای صحبت‌های کردن. در حال بود که الکی در جامعه تاجیکستان ما جایگاهی ملاهای سنتی رو از بین برده بود حکومت، متاسفانه. ولی شما ببینید یک مدت شد، بعد از این یک مدت شد که در سالهای نمیدونم تا سال 2010 مثل دوملا حاجی میرزا روی کارآمد صحبت میکرد، نمیدونم دوملا خالمراد صحبت میکرد، در این طرف دوملا محمدی بود که در خمسنگیر در اینجا صحبت میکرد و شاگردان زیاد داشت و چیزا داشت. دوملا صدات خاموش است محمود جان. دوملاهای زیاده بودن که صحبت میکردن. اینها حالا اسم همشون نگیرم، ولی اینها یک فضا رو، یک تعادل رو با وجود می آوردن. اینها میتونستن پیش روی خیلی از افکار بیرونی رو بگیرن
و جامعه رو یک در حالت تعادل نگه دارن. ولی حکومت بعدا آمد و حتی همین به اصطلاح نماینده های اسلام سنتی ما رو هم از صحنه بیرون کرد و به جای نماینده های اسلام سنتی نماینده های اسلام حکومتی رو آورد سر قدرت، سر به منبر رو از اسلام ها، از داملوهای سنتی مردمی گرفت و به داملوهای حکومتی و درباری داد که این نمیتواند اون به اصطلاح چی میگن همون نیازی جوانها را برآورده کند یا اینکه جوابگوی مردم جوانها باشد، نسل جوان باشد، مردم باشد. به همین خاطر مردم بازم رو میارن به گروه های دیگر، رو میارن به اینترنت، رو میارن از کسان دیگر نمیدونم اسلام رو آموختن. ولی شخصیت هایی که واقعا شخصیت های سالم فکر و شخصیت های واقعا داملوهای سزاوار بودن، امروز هم اونها بیرون از منبرها، دور از منبرها نگاه داشته میشوند که اونها میتونستن خدمت‌های بزرگی برای هم حکومت، هم ملت و هم کشور کرده باشند. سلامت باشید برادر بابا جان. اکا علیم خوش آمدید. خوش آمدید اکا علیم درباره همین گپ زده سین که اکا علیم درباره همین گپ زده سین که مثلا مخدوم عبدالقیس عبدالله رو یعنی به خاطر اینکه در یک مراسم جنازه گفته است که مثلا این مولا دامل قاری نظام الدین خداوند اون را قدر و منزله داده است و یک پادشاه حتی یک پادشاه قدر یک عالم را ندارد. به همین سبب اونا به گفته بعضی‌ها به خصوص منابع بامداد که این گویا که همین بازداشتی یعنی مخدوم عبدالقیس به همین خاطر است. آیا در تاجیکستان مقایسه کردن پادشاه یا گرفتن نام پادشاه در موعظه و اینها ممنوع است این کلمه؟ البته من از ابتدا برنامه شما رو پیگیری داشتم و شرط نبودن چون بعضی برادرها می‌درویند در استریم میگن که من خبر نبودم این صحبت درباره چی است که من فهمیدم صحبت درباره چی است. با این خاطر اول دو طنز رو برای شما میارم. یکی از انکدوت‌های لطیفه‌های دوران شوروی و دیگری از واقعیت زندگی. دوران شوروی یک انکدوت برآمد میگن که بعد 100 سال یا 200 سال در کتاب تاریخ نوشته شده است Леонид Ильич Брежнев мелкий политический деятель во времена Аллы Пугачевой. اکنون اونا که روسی را نمیدونن. حالا بیست. امین رامونوف هم ترس دارد که دور دستش ترس دارند که امین رامونوف واقعا امروز یک سیاستمدار اوشیگی در دوران سریا قاسموف و شبنم سریا باشد. یعنی یک انکدوت بود که یعنی بعد 200 سال گویا اپای سریا را اپای سریا را جریمه بستن. یک سیاستمدار کوچک اوشیوی در دوره آلا پوگاچوف بود. همین خیلی دیگر این رامونوفی ها از همین میترسن یکی شاید. دویم یک انکدوت از زندگی، یک لطیفه از زندگی. در خروق یک جوان یک شاگرد دارم در خروق. خب یک چه است کمی شوخ است، کمی زنده است، زنده بگوییم. خب بعد معلم ها همی خیلی شاگرد رو اونقدر دوست ندارم، باز اگر درس نداند یعنی اونو به تربیه میگن دیگر. و یک صاحب یک سگ بچه را به خودش آورد، سگ بچه کوچک به گفته اوزبکان آورد و نامش کرد جنوب. نام سگ همون جنوب تک شد کلان. همین سال 2014 همون جناب در میتینگ قدیم بود. 2014 که میتینگ قدیم جناب
بعد همین صورت شد چقدر فشار بالاش نآوردن که او سگ الکی کلام نامش میدوند، این از فشار میورن که نامش دیگر کن. این چه نامش دیگر کند عاقبت نه جدی میگن اکا علیم شما جدی میگین؟ جدی عاقبت یک ملیسه میوه او سگ چه زارم میتید زارم میتید و خیلی چیز صاحبش خبر میشود و خیلی باز اونجا پرتویاد هم داریم در کابینت های تیوری حربی در دوره شوروی. اپتیچکا بود، در اپتیچکا بر ضد همین باکتریا ها چی بود؟ پرتویاد بود. شاید هنوزم باشد. منم یک بار سگم رو همین خیل تبابت کردم، دارو دادن. او سگ تبابت کرد. بعد در میتینگ ما بود، سگ او جناب با سگش بود. میگه که انا همین سگ مرا همین خیل چند بار کشتنی بودم ملیسه ها. این دویم. خب اگر جدی بگویم بار اولی که همین رقابتی رحمانوف با رحمانوف رقیبای و چیزای احتمال پذیر خود رو از صحنه خواست دور کردن، یک قانون برآمد. سالش در خاطرم نیست. او قانون یافته ممکن است پارلمانت برآورد و طبق اون قانون در یگان ساحه واژه پرزیدنت باید استفاده نشد. پرزیدنت فیرما باید پرزیدنت نداشته باشد. شرکت یگان شرکت پرزیدنت یگانه است. بشوخی به خاطر بودن خدا رحمتی محمد جان حسمی سر در منصب پرزیدنت اکادمی علوم، اگر فرهاد رحیمی می بود عذر و رئیس نام میکردن یا یگان چیز دیگر، لیکن اون وقت محمد جان حسمی بود و به همین خاطر و در کل دنیا اکادمی علوم پرزیدنت دارد، نتوانستن. دو پرزیدنت در تاجیکستان مونده بود، این حسمی بود و رحمانوف. دیگر همه پرزیدنت ها را از بین بود. قانونی. خب این فرهاد رحیمی حاضر چی هست کاری؟ این هم پرزیدنت است. نه حاضر باز اما پرزیدنت ها را بستنوید کردن. این که پیشوا شد، این که اول جناب اولی شد، کمکک چیز شد، یعنی احساس چیزش چی میگن در تاجیکی نه غرور، گردینیا غرورش قانع شد و پرزیدنت ها را باز اجازت داد. عضو پرزیدنت یک گله است در تاجیکستان، بعد جناب اولی یک دونه. و تیگه در خروق هم دارید؟ در بدخشان. جناب دیگر هم در بدخشان. بعد این شد شاید به خاطر همون پیشو شد، به همون جنابی که در خروق پیدا شد او را کشتن نتوانستن، این شد پیشو. خب و اون چیزی که بابا جان آوردن، همون نفری که شعر خواند، من نگفتم که تو شون حاکم نشوی، تو که آدم نشوی جان پدر. اینا یک کنایه فهمیدن و مردک پرونده جور کردن. یعنی این نشانگر اون است که واقعا این یا درد روانی دارن یا اونقدر اعتماد به نفسشون پس شده است که در هر یک همین خیلی چیز جزئی اینها خطر احساس میکنن. اگر نیست نمیاک میبینن سگ چه عیب دارد؟ یک
ریاست کارهای داخلی ولایت با شعبه کارهای داخلی شهر برای از بین بردن جناب دست به کار شد. اکا علیم ببین یک تای دیگر از بدخشان. در بدخشان از کودکی هم من یک دعا داریم ما در تمام معرکه ها اونو میخونن، مثال از سم به سطور بیگانکان، از سائقه، از زلزله، از مرگ مفاجات و از پاچای ظالم عالم و پروردگار را تو ما را نگاه دار. 70% خلیفه های نزدیک به حکومت همین پاچای ظالم دور کرد. این حکم شد از بالا. نیست در دعا نیست، در دعای نیست. پاچای ظالم از دو گم شد. 30% میخونن، 70% نمیخونن. بله. یعنی پاچای ظالم، یعنی پاچای ظالم قبول دارن، اعتراف دارن که پاچاشون ظالم است. بله. این اعتراف است. اعتراف دارن که جنابشان چین سگ نیست. همه همین کار اعتراف دارن. این باعث خرسندی است. نه اکا علیم، من یک چیزی جدی میپرسم، آیا همه خیلی نام بود به همون چی؟ واقعا بود جناب امیتری نام بود؟ واقعا وای شاگرد من بچه او سگ حالا سگ زنده است اون سگ؟ این 7 سال گذشت، 7 سال گذشت او حداقل همون سال علاقه 7 ساله بود. 7 سال دیگر 14 سال 18 سال گمان نکنم، شاید 18 ساله بود. پرسیدم در اکا علیم برادر بابا جان، یک چیزی که همه حالا گفت زدیم، یک همین شکایت کردن، مثلا همین زیایی‌ای که در گذاشتن عبیدالله رجب اکای اون که گیمنی تاجیکستان نه اکای گلنظر کلی چندین از همون شخصیت‌های بزرگ و معروف تاجیکستان از دنیا گذشت، ولی نه در گم شده. الو آواز من میاد اکالی؟ نه پیدا شد. بخشش اینترنت من چی مشکلی پیدا کرد؟ همین الو بله صحبت کنید بابا جان، صداتون هست؟ نه انا صداتون نیست بود. مثل که چی مشکلی دارد صداش اکا علیم. واقعا اکا علیم همین قضیه جالب نیست؟ آیا شما بین همین ضحاک فردوسی و پیشوای امروزه یگان شباهت نمیبینید؟ ضحاک شما همون چیز تشبیه کمک من راضی با تشبیه شما نیستم، همون مورها همین از مثال شما من یک چیز آوردم که مورها مغز همون جوانها رو که میخورن، این به معنای مغزشویی است. همین یعنی همون مورها این مغزشویی ایدئولوژی امروزه همین حکومت است. از یک طرف فرض کردیم یتیم، از طرف دیگر فرض کردیم سعدی معدی فرض کرد. یک مور یتیم و یک مور سعدی معدی، یعنی مغزشویی میکنن و در همین مغزشویی همین جناب و پیشوا این یک چیز رمزی براشون است، یک مفهوم‌های رمزی است، یعنی پیشوا یگانه است و اگر مثال پیشوا این لیدر است. مثال من یک آموزگارم، من میگم که آموزگار اگر در صنف در امان برای شاگردانش پیشوا نباشد، او باید در صنف ندراید. یعنی او باید
برای همون 20 نفر شاگرد 30 نفر شاگرد پیشوا باشد. معلم وظیفه‌اش اولش پیش از آن که او تاریخ داند، زبان داند، ریاضی را داند، شیمی را داند، او باید پیشوا باشد. یعنی چیز پیشوایی، یعنی پیشوا این لیدر. لیکن همین پیشوا گفتن ما این خیلی که اوی کلان در خاطرتان است، قضیه اوی کلان. قضیه اوی کلان در خاطرتان است. بله. یعنی همین پیشوا هم قضیه اوی کلان برای پیشوا این لیدر است. این لیدر در بین 3 نفر هم لیدر است، برای 5 نفر هم لیدر است. یعنی لیدر مثال لیدر غیر رسمی فرض کردیم میگفتن لیدرهای غیر رسمی بدخشان درباره قومندانان، یعنی اونها این معنای اون رو اینا از امین رشک بردند و جنگ دوختند. این لیدرهای غیر رسمی یکمی نیست که اونها 100% بدخشان لیدری میکنند، لیکن اونها حداقل 100 نفری دارن که برایشون لیدر. شاید من هم تعداد داشته باشم که برای اونها لیدر باشم. شما یعنی همه ما پیشوی، همه اون آدمانی که پیشوا لیدر به انگلیسی، لیدر به روسی، لیدر به دیگر زبان ها یگان بزرگی نمیتید. یعنی در بین 5 اوباش هم لیدر است، یعنی پیشوای 5 اوباش هم پیشوا است. پیشوای 5 جاهل دوملا یا یگان چیزی که او هم پیشوا. درست. اکالی من سوال من شاید نگرفته باشین برای که اینترنت هم قطع شد. همین مسئله حالا همین که آزادی یک مطلب تحقیقاتی نشر کرد که حتی مثلا تلویزیون ها رادیوی تاجیکستان از مرگ و میری مثلا این شخصیت های معروف تاجیکستان و زیان مثلا خودداری میکنن. همین سبب در چرا حتی یک عبیدالله رجب یا یک نفر گلنظر کلدی یا یک نفر گذشت درباره اون چند صحبت کنن، اینجا چی مشکل دارد؟ من راستی هیچ منطق همین را نفهمیدم. مشکل در کجا است؟ این با پیشوا کمبودی میآید اگر یک نفر تعریف کنن که انسان خوب بود، گیمن تاجیکستان نوشت دیگر این پیشوا به خاطر همین یک عالم سطح جهانی رو کشت، محمد جان حسینی رو، فقط به خاطر اون که به خاطر جایگاه معنویه که او در بین مردم داشت. چونین انسان باید در دلیل داره برای همین گفتون اکریم، برای همین گفتون دلیل داره. مویانشاه نظرشاه رو برای چی کشت؟ مویانشاه نظرشاه موی سفید که بعد چند هفته شاید خودش با اجل خودش میمود. یک مگزین اتومات من دلیل ندارم، من دل خواه کشتار، دل خواه قتل انگیزه دارد. انگیزه یعنی تو انگیزه نباشد همین در دنیا کریمینالیستی که دنیا همین نمیگوید. ولی نمیشه در تاجیکستان هر کسی کشته شود بگین که جناب کشته. فرق نیست، کسی کشته نشد انگیزه اونجا پیدا، انگیزه باشید. انگیزه اون وقت اتومات قطعی یعنی کلاشنیکوف قطعی در مابین در درون شهر با چی میگن بر روسی نقل همین خیل روی راست بیایند و یک اتومات تیرا، یک مگزین 28 تیرا در سینه مویانشاه نظرشاه خالی کردن، موی سفید چی ضرورت داشت؟ چی انگیزه؟ او بیزنس داشت، او یگون او پیش روی کی نگرد؟ چی بود انگیزه کردی؟ انگیزه یگانه همین آبرو اعتبار تمام. رحمانوف یگانه است. پگاه نگوین که اگر رحمانوف نباشد کی؟
امروز میگن رامانوف نباشد کی؟ سعدی مهدی دیگر میگن رامانوف اگر نباشد کی؟ چون که همون کیها را کشتن. سفری کنجای فرو رامانوف کشت، رامان نبی فرو رامانوف کشت. همه به خاطر چی؟ محمود جان تو باز گم شدی. نه اکه علی میگم که به اون رهبری که در بدخشان اعتبار دارد، من جایگاه دارد، به اون هم رشک دارد. نسبت بدخشان رشک مخصوص دارد. نسبت بدخشان هم چون کولابی او رشک مخصوص دارد، چون در طول عمرش از کودکی برای اونو بدخشانی، برای این مردک که یگان بار در عمرش مشت نزده است، از مشت میترسیده است، بدخشانی یک دیو بود. آمد سر قدرت نشان هر دفعه به بدخشانی ها نشان میدهد که من اینک کولابی، من بدخشانی ها را همین خیلی حرمت میکنم و رشکی مخصوص نسبت بدخشان. و در بدخشان کسی افطارتیت نشود. همین یادگار فیضوف که امروز با آتش بازی دارد، یعنی او رشک رامانوف را روز از روز زیاد با همین حرکت هاش و این عاقبت برای او عاقبت خوب ندارد. میفهمید؟ جالب. محمود جان کجا شدی؟ اکالی مثل که بازم محمود جان رفت. محمود جان بله. محمود جان برای اینترنت پول نداده است. خوجگان خارجی از او را چی نمیکنند؟ مبلغ گذاری سوزن. بله. ما این خوجگان خارجی ما زودتره. راستی اکالیم درباره همین بازداشت‌های اخیر آیا شما مثلا بعضی ها میگن که در این کار خودی رحمانوف دست ندارد، ولی مثلا MVD و KGB و اینها یک مسئله دیگر بگو. نه این سیستم که شد سیستم، من یک برنامه کدام برنامه گفتم سیستم، هم سیستم پوتینی هم سیستم رامانوفی تا آخران دربان خدا، دربانی که در چیز حکم بالای مردم دارد تا اونا یک چی میکنن، حمایت میکنن. میفهمید؟ و من نمیگویم که شخصا رحمانوف همین حکم داده است، لیکن همین سیستم ساخته شده است، سیستم خدا حمایت میکند. یعنی همون یک لیتنانت که نو مفتش تعیین شده است در KGB، او باید آمار را درست کند، او باید پرونده های رو در دست داشته باشد، او باید رسکریوای مست داشته باشد، او باید اگر جنایت نباشد او جنایت تولید کند. میفهمید؟ و هیچ کس حتی اگر دانند که اگر اثبات کنند انا اویلای خدایرفو چی بدادی نسبت اونا در غرب نمی شود، هیچ کس نیت ندارد امون منصبداری که همین کار برای مونده است او را جزا کرد. هیچ کس از رحمانوف سر کرد، هیچ کس نیت جزا دادن چنین منصبدار را ندارد، چون که این سیستم است، این باید حمایت کرد. و او سیستم امروز چیکار کردن است؟ امروز از بالا حکم شده است که وای چی میگن امنیستی طلایی، در این امنیستی طلایی باید رقم قطعی الکی گفتم 20,000 زندانی ما نداریم، لیکن 20,000 پرونده در کو. میفهمید؟ بله. از کجای نباشد یابد 20,000 پرونده را. همین پیش از هر یک امنیستی های پیار امنیستی ها، من اینا را پیار امنیستی ها میبرم، امنیستی های تبلیغی
پیش از هر امنیستی های تبلیغی قسمت مردم ما همین خیل می شود. ما در بدخشان این رو از همه سخت احساس می. هر دفعه که امنیستی نزدیک می شود، هر پدستاوه می شوند، هر کارهای می کنند که در تفتیشات باید مکسیمال مقدار زیادترین پرونده ها باشند که در اصابات اوف اونها در آورده شود و این 20,000 که گفته استودن این استاتیستیکا جور کرده استودن. من اینجا اوقات پخته استودم عذر یک بینم. برادر امام بفرمایید. امام دروغ بزرگ. سلام علیکم برادران. و علیکم السلام. امیدوارم خوب هستین. سلامت باشین برادر عزیز. بفرمایید. این پیشوای جاهل نه تنها خلق بدخشان کشت، تجاوز کرد، تمام خلق تاجیکستان کشت، همه را آدمایی بودن همه را زندانی کردن. همه فرمان همین یک اویله. این برادر علیم شیرزمانوش میگه وای خلق کلوب بدخشانی رو بعد میبینم. من در روسیه هستیم با بچه‌های بدخشان. شما غلط فهمیدید. اینجا اشتباه نداریم ما. نه محمود جان اینجا اشتباه را اصلاح کنم. بگو. من نگفتم او همچون کلابی میخواهد، نه او رشک دارد نسبت بدخشانی ها، میخواهد نشان دهد که بسیار دوست میدارد بدخشانی ها را و او یگانه لیدر بدخشانی ها. معنای گفت او که زودای کلوب نیست، هم مخچه کلوبی میگیره، اینومی کلوبی ها گب میزنه و یک جین باری ادرین کوزا برومدگی او جینم ادرین کوزا میبروی افسانه ده مثال با همه آدمی که کوزا کشادش خویش کرد او ده خوبی میکنه. این جین یا شیطان برومدگی کوزا ایره با عبرت نه کوزا ده در آوردن در کور محکم کن در کور کوزا ده اون خاری دایرو ده اکیان ده پرتفتن در کور ایره. این تمام خلق تاجیکستان زلالش رسید. واقعا همین خیلی است برادر. دیگر تکرار کنم مقصدم رو. یعنی من نگفتم که این واقعیت است، واقعیت تاجیکستان. اون چند 10 ساله که کلابی پامیری جنگ میکرد، امروز کلابی میآید یک نوع کلابی لیدر باشد نباشد، یک نوع میخواهد محبت مخصوص خود را نسبت بدخشانی نشان دهد و یک بدخشانی میآید سعی میکند محبت مخصوص خود را نسبت یک کلابی نشان دهد و این طبیعی است که گفتن که با اون نگاه نکرده سالها این ما یک ملتیم. یعنی به همین مقصد عیناً با همین مقصد رحمانوف امروز در بدخشان بجز خودش یگان لیدر نمیخواد. یعنی او گفتن است که من بدخشانی ها را همین خیلی دوست میدارم که از بدخشانی بهتر. همه کارا یا دروغ شده بچه که یک تایتور کیارد باید در چی کار میکرده است؟ با مقابل مواد مخدر در نرکه کنترل میگن چیز میگن باید فیرود کن آوت میکنین چی کاری یگان لایک مونده چی کاری کرده بده رفته یک 6 ماه 3 ماه بعد فیرود کردن او در این 7 سال چیزش کردن فرماش کردن یا که میکننش فرما زندانی. بله برادر عزیز وقتی ما کمتر است، وقتی ما دورت به اخیر میرسه، برای همین سوال من به برادر بابا جان همین است که برادر بابا جان
چرا خودتون که یک روانشناس هستید مشکل اصلی در چی است؟ مثلا همین حالا سوال رو برکه علیم دادم بعد یک شکل دیگر تر که با ذکر کردن یا یعنی درباره گلنظر کلدی، درباره عبیدالله رجب، درباره دیگر استادا و دیگر شخصیت‌های معروف تاجیکستان صحبت کردن اینجا چی مشکل است؟ من نمیفهمم راستی و من فکر نمیکنم رحمان خودش معنی کرده باشد همین در رئیسای تلویزیون و اینا رو گفته باشد که درباره اینا اون نمونید. یعنی مشکل در چی است از نگاه روانشناسی که درباره دیگر شخصیت‌ها صحبت نمی‌شود اصلا. حتی اونها با مخالفین هم ربط ندارن. یک تاجیک‌های معروف، تاجیک‌هایی که به ملت کشور خدمت کردن. برای همین گپ شما محمود جان یک چیز زیر سوال پرسیده راستی مستقیما همون قصه به یادم اومد. یک ما در زمان شوروی در تاجیکستان یک سپکتاکل بود، اگر یادتون باشه اکه الان خوب یاد دارم باشیدم که یک نفر گویا با استالین صحبت میکرد و مردم را میگفت که ما جناب استالین ما این کار کرده ایستاده ما و مردم رو از نام استالین اونچنان میکرد که یک طرز مردم هم اونقدر میترسیدن، اونقدر باور داشتن که گویا استالین اونها را میدید و اونها را میشنید و رئیس اونها صحبت میکرد و همین و یک طرز از لحاظ روانی مردم رو آماده کرده بود که مردم در مدت سالها به همون رئیس اطاعت میکردن از ترس استالین. و اگر امروز نگاه کنید به همین مسئله یک بار نگاه کنیم ما چگونه است. ببینید اگر هر کسی که وقتی که در رحمانوف سر قدرت آمده بود در ابتدا چخیلی که اکه علیم هم گفتن که به یک سیستم تبدیل شده است، واقعا آمد رحمانوف همین مسئله رو به یک سیستم تبدیل داد. مسئله چی رو؟ یک طرز در صحبت ها با طرز رفتار میکرد که هیچ کس در برابر او باید که لیدر نباشد مثل او، باید در برابر او هیچ کس مثلا به اون اندازه جایگاه داده نشود، موقع داده نشود و این در پسیکولوژی اکثریت همون رسانه ها و در به اصطلاح همین مردمی سیستم جا شده است. و اون هم از طرف دیگر مثلا به یک طرز لطفالله دولت مثلا رئیس تلویزیون شده است، یک طرز با رحمانوف خشتباری پیدا کردگی است، بعد به اونجا رسیده است، رئیس سفینه تلویزیون سفینه شده است مثلا. و اینها طبیعی است که همه از طریق همون سیستم همین مسائل رو پیاده میکنن از لحاظ روانی، مثل همون که اون با استالین صحبت میکرد و مردم رو اداره میکرد و گویا چندین سال مردم همون اطاعت میکرد از یک آدمی یک به اصطلاح چی میگن تقلبکار. حالا مردم از لحاظ روانی واقعا هم به همون سطح رسیده است که دیگه رحمانوف چیزی نمیگه، ولی اینها همون از لحاظ روانی آماده هستن و به همون چیز رفتن میگن. مثل همون پوده که شما اگر نگاه کنید وقتی که پوده به بیرون سر داده میشود، بگاه وقتی که اون از بر میگردد مستقیما میرود به همون به اصطلاح آغل صاحب خودش وارد میشود. بسیار خوب. اینجا یک همونا پیاده کرده ایستادن اینا. بله. دیگر فرق ندارد، اینجا لازم نیست که کسی اونا رو دستور بتیه، اونا علاقه به یک سیستم تبدیل شده است رفته انجام میشه. اینجا یک نفر احمد گفته است که اگر بابا جان شما سینری کینوی رئیس لنگ رو که استاد تقای مراد بازیده است مثال در حقیقت مانندی دارد رژیم وزیره. اکا علیم حالا برادر بابا جان گفتند شما نظر دارید که اگر مثلا همین رئیس تلویزیونی حاضره اگر درباره اکای گلنظر کلدی صحبت میکرد که این سرودی ملی را کرد و دیگر یعنی برای اون مشکل ایجاد میشود یا اون که همین رئیس حاضره تلویزیون و رادیو اینها طبیعت رحمان رو میدوند که از چی خوش میاد نمیاد؟ چرا مثلا به نظر شما اگر درباره همین شخصیت ها صحبت شود اونا میگیرن ای کار رحمان ایو ناراحت میشود؟ هستین بگین گپ زنید. در همه شبکه‌ها
کمتر آوازتون بزیب اومده است. اکای علیم آوازتون بزیب اومده است. اکای علیم یک بار میکروفونتون خاموش کنید با دوباره روشن کنید و فکرم خوب میشه. تلفنتون انا خوب شد. بله بله. میکروفونتون یک بار روشن کنید، یک بار خاموش کنید، روشن کنید خوب میشه. نه بفرمایید. ببین با اونو یک دقیقه من زنگ تو آوازها گم شدن. خوب شد صدا خوب شد. خوب شد. خب بعد مثال در اونها از بالا چیز است، یک چی میگن ویا دستور عمل است، چی ممکن است چی نیست. حتی در چیز یک وقت تو جای درک دارم در رسانه‌های خبری مستقلم یک دستور بود، همه چیز میگوید و رامانوف و اویلا را نمیرسید. درباره گلنظر کلدی چی ربط دارد با رامانوف که اگر درباره گلنظر کلدی انا اول بیسته امین از بالا حکم شده است که درباره یگان امین چیز امین مخصوصا درباره آدمایی که از دنیا میروند بسیار خوب، یعنی فقط خوبی ها میگن و همین از بالا حکم شده است که همین در تلویزیون و رادیو و در یگان جا همین چیز نباشد، همین سوگواری نباشد. این از یک طرف اگر به گفت شما چیز باشد، یعنی هراس از زمان باشد که این رو باز پیشوا گویند و رقابت با پیشوایی. از طرف دیگر همین رامانوف تا جای من با چیز با وضعی است که این از همین معرکه گور و چوب و جنازه بسیار هراس دارد، عادتا نمی رود. اکه علیم مثل همیشه شما کمتر افراد میکنید خیش نزدیکشان باشد این نمی رفت است به همین معرکه ها و همین سوگواری و همه چیز در دوران رامانوف از تلویزیون تماما برداشته شد. اگر نه تلویزیون ها مخصوصا در تلویزیون بدخشان همین چهره های حتی یک چیز بود، سوگواری یک بخش از برنامه ها بود. یعنی ما که یک چیز کوچک هستیم، یک قریب همه خیش تبور یک دیگر میشناسیم، خیلی معمولی بود تو اومدن رامانوف، خیلی معمولی بود در تلویزیون بدخشان همین سوگواری. حاضر تقریبا از بین رفته است. حتی سرشناسترین چهره ها از دنیا روند در تلویزیون، حتی در روزنامه بدخشان نشر نمی شود و این سیاست از بالا چیز شده است. این چنین سیاست است، هیچ گو نمیگن. بسیار خوب. اکه علیم برادر بابا جان، مثلا این است که حالا مثلا ما روز به روز رفته ایستادیم و یعنی یک حالتی که همین زیاد شده ایستاده است، همین پارانوید. این حالا همین اکه علیم همین گپی گفت واقعا جای فکر کردن داره. من در اول برام بسیار خنده‌آور بود، ولی واقعا نگاه میکنید فقط خود رحمان هم میگوید که رقص است و بازی است و همین است دیگر. واقعا من به فکر وادار کرد این صحبت اکه علیم. ولی سوال من این است به هر دوی شما که این در مثلا رحمان روز به روز عمرش هم رفته ایستاده است، وقتی عمر می رود و یک دیکتاتور باز مشکل‌های و پارانویدش روز به روز بیشتر می شود، این ملت به کجا می رود؟ سال‌های آینده یعنی این بیشتر می شود این مشکل‌ها و این پرابلم‌ها. امیدوارم که دراز نمیمونیم با همین رژیم. البته که رامانوف ابدی نیست در همین حکومت و من باور ندارم که در تاجیکستان
حکومت اولادی شود، چون که رستم چنین لیاقت رو ندارد، به دخترو حکومت نمیگذارد. حکومت امیدوارم که حکومت از جانب مردم تغییر میخورد و با خواست مردم تغییر میخورد و اگر چنین نشد در داخل خود رژیم یگان تغییرات به مانند کدام دولت افریقایی بود به نزدیکی که چیز 92 سالش پیشوی 92 سالشون که استخ کردن، حتی نمورده استخ کردن، موگابه بود، روبرت موگابه. در کجا بود؟ انا زیمبابوه. چین آمد اونجا برای اونها حکم نو تعیین کرد. در تاجیکستان هم میترسم که همین خیلی میشه. اگر امیدوارم که مردم با خواست مردم، با اراده مردم حکومت تغییر میخورد و مردم حکومت دلخواه خود رو به سر قدرت میارند، ولی اگر چنین نشود رنگ زیمبابوه هم میشود و یگان من نمیبینم شانس برای رستم یا یگان فرزند دیگر رحمانوف که در تاجیکستان رنگ آذربایجان یا رنگ باز کدام بود یعنی حکومت چیز شود، حکومت اویلوی شود، باور ندارم. به هر حال یک مسئله دیگر است. مسئله دیگر است. رحمانوف نزدیک شده است. نه نزدیک شده است ولی بعد حتی جناب میماند پیش، همچون پیشوا اگر کسی را ماند پیشوا میماند. من فکر می‌کنم این مشکل ما از این مشکلات دور نشه. نه رنگ آذر مثال میرزیویف آمد همون شعورهای کریموف برکنار کرد. در اصل واقعا تغییرات برای من تغییرات نشده است در ازبکستان، لیکن اما اون چیزی که پیشتره حکیم اون را چه میکرد یعنی از اون استفاده میبرد، این در مقابل وی شد. این باور دارم که در تاجیکستان هم کسی نبیاید برای محبوبیت بین خلق همین کمبودی ها را سعی میکند که حداقل به نمایش گذارد که چنین او چنین نیست. بله بسیار خوب. محمود جان مثل که اینترنت محمود جان باز مشکل دارن. محمود جان یک دقیقه. شما برادر شما اگر صحبت کنید شما کبیری به پرزیدنتی نمانده، این نمای عجیب غریب میمونین راستی دوستان. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادان عزیز امیدوارم ساز صحت سلامت باشید انشاءالله. الله مهربان در کارهایتان موفقیت گرداند و انشاءالله این ملت از این ظلم آزاد بگرداند. استادان مهربان، بابا جان، استاد علیم، استاد اولا درود و سلام خود را و درود و سلام همه مخلصان شما را به شما میرسانم. بعدا من یک دو سوال دارم. من فکر میکنم که یک سوال مهم دارم که اکثریت مردم تاجیک، مردم ظلم دیده، جبر دیده در سراشون هست اما این سوال را دادن نمیتونن، امکانیت ندارن. سوال یکم من همین است که شما همچو برادر استاد علیم شیرزمانوف، اساسا این سوال به شما دخالت دارد زیرا که شما معاونی پیمان ملی جمهوری تاجیکستان هستید. سوال چنین است: در بسیار برنامه هاتون استاد کبیری هم شما هم میگویید که در داخل وطن
шахсоне ҳастанд ки вазироне ҳастанд, генералҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат гӯем ғамхори ин миллат ҳастанд, дар фикри давлат ҳастанд, аммо дар таги ин зулм тоқат карда истодаанд. савол ба мобайн меояд устози меҳрубон ки ҳамаи чиз ки дар таги дасти Раҳмонов бошад, ҳамаи касро ҳамаи касонро управлят кунад ва гӯем роҳбарӣ кунад, пас роҳбарию вазирии унҳо чӣ дар кораи ба мора ва оянда ки иншоаллоҳ ки давлатеро ки мо ки гирифтем, шумо ки гирифта иншоаллоҳ сохтем, ҳама каса ки иншоаллоҳ сохтем аз сари нав, ин инсонҳое ки шумо мегӯед ки ватандӯстанд ҳастанд вазиро, оё инҳоро бозам вазифа метиҳед, бозам дар роҳбарият мемонед, зеро ки инҳо аллакай дар назари ҳамаи халқ хоинанд. ман мехоҳам ҳаминро фаҳмам. خب تشکر. من کمتر از رئیس نظرم فرق میکند. من بر این نظر نیستم که در بین این حکومت از سطح پایین سر کرده تا سطح بالا آدمای وطن دوست و وطن پرور و خب آدمی که کرامت انسانی برایش مهم است وجود دارند، چون که آنی که کرامت انسانی دارد او امروز یا در زندان است یا در بدر است. آنی که به خاطر با دلیلی که من فرزند دارم و فرزندار است خوراندن در کورو، ما دیگرها چی؟ ما دیگرها فرزند نداریم، برای ما فرزندان خوراندن در کار نیست. یعنی من این دلیل رو قبول ندارم. و اون چیزی که واقعا هستند در بینشون آدمانی که جنایت کمتری کردند یا جنایت نکردند، البته عیب دارند چون وارد همین رژیم جنایت پیشه شدند، عیب دارند، لیکن شاید جنایت نداشته باشند، میروند چیزی پیری میرونند، یعنی میروند یا اگر جوان باشند میروند با تخصص خود در یگان جا معلم باشد، محاسب باشد، اکونومیست باشد، چیزی باشد، میرود کار میکند یا میرود مهاجرت مهنتی، دیگر اختیارش. البته که در یگان چیز قدرتی، در یگان ساختار قدرتی باید برای آنها جای نباشد، چون آنها به گفت شما خوینند، خوین ملت. برای من تشکر استاد باباجان. با شما اگه سوال شما همچون یوریست خیال میکنم. نه من یوریست نیستم برادر عزیز، من روانشناس. خیلی گویم در همین اوجه سیستم هستید، همین سوال ممکن که شما فهمید. همین بسیار دولت‌های گویم که سابق شوروی مثل آذربایجان، مثل ارمنیا، مثل قرقیزستان، همین چیزا هم مثال دیکتاتوری هست. اما دیاسپرهاشون در طرف داخل همین روسیه گویم، زیرا ما حال اروپا را نمیدونیم چی گپه، همین داخل روسیه ده دیاسپرهاشون گویم حداقل شهروندای خودشون نگاه بین کرده میتونن، دولت خوش نمیشه. آیا همین تشکیلات های دیاسپرهای تاجیک در داخل روسیه نمیشود که به دخالت گویم رژیم رحمانوف یگان دیاسپرهای بیان که دیاسپرهای بگیم سومدار دیاسپرهایی که گبزن دیاسپرهای یوریست پیدا شوند که تا آنکه اقلا لااقل بیرون از وطن حمایت کرده توانند همین خلق خودمانه. گویم شما همین انسانایی که در همین مبارزه کوش هستید، راهبر هستید، آدم‌های گویم که نامدار هستید، آیا امکانیت دارد دیاسپرهای با قوت تاجیکا در روسیه تشکیل کردن، لااقل در روسیه که در این روسیه بسیار گویم که مهاجر تاجیک در روسیه هست؟ بله برادر عزیز، شما تقریبا همون چیزی که لازم بود تون سوال، یعنی چیزی نموندین، خوب شرح دادین سواله. یک واقعیت هست برادر، در هر کشوری که همون نهادهای مدنی اگر ضعیف باشد،
در اون کشور دموکراتیا رشد نمیکنه، دیکتاتوری. معمولا کشورهای دیکتاتوری تمامی تلاش خودشون میکنن که نهادهای شهروندی یا مدنی را از بین ببرن، از جمله دیاسپورا را، از جمله مثلا رسانه‌های آزاده، از جمله سازمان‌های غیر دولتی را، مثل سازمان‌های دفاع از حقوق بشر باشد، مثل سازمان‌های نمیدانم رشد دموکراتیا باشد، سازمان‌های ضد شکنجه باشد، اینا را کشورهای دیکتاتوری تمام تلاش خودشون میکنن که یا از بین ببرن یا محدود کنن یا در اختیار خودشون بگیرن. و حکومت تاجیکستان بیشترین ضربه را به این نهادها زد. به خصوص از سال 2010 به بعد دشمنی حکومت تاجیکستان با این نهادها خیلی اوج گرفت. مثلا کلیگ ادوکات هایی که در تاجیکستان بود، بزرگمهر تشکیل کردگی بود، اون از بین بردن. به خاطر چی؟ و برای ادوکات ها امتحان تشکیل کردن. همه همین ها به خاطر زیر نظارت گرفتن، زیر اطاعت گرفتنی همون نهادهای شهروندی بود. در روسیه هم وقتی که مردم مهاجرن، دیاسپوراها باید قوی باشند. اگر دیاسپوراها در روسیه در دیگر جا قوی باشد، یک دیاسپورای قوی پیش از همه میتواند تاثیر بگذارد در همون خودی همون کشور و مهاجرای خودی همون کشور، مهاجرای تاجیک در همون کشور حمایت کند پیش از همه. دوم، یک دیاسپورا اگر قوی باشد میتواند از حقوق مهاجران در داخل کشور در تاجیکستان هم دفاع کند. برای مثال امروز درباره نفقه مهاجر چگونه باید حل شود، یا نمیدونم با همین شکلی که هست استراخوفکای مهاجر میاد در روسیه کار میکند، اصلا این مشکلاش باید حل شود. اگر دیاسپورا قوی باشد بسیاری از مشکلات شما حل می شود. امروز شما تصور کنید با کمترین آزادیایی که در جامعه ازبکستان با وجود آمده است بعد از کریموف، میرزیویف اعلان کرده است که کسانی که برای کار و مهاجرت مهنتی به خارج می روند با اونها یک قسم پول ویزاشون و یک قسم پول بلیطشون پرداخت کرده می شود. برای مهاجر به این اندازه جایگاه قائلند، به این اندازه چیز میتیند، امکانات میتیند. اگر دیاسپوراهای تاجیکی قوی شوند، واقعا هم در روسیه سفارت دیگر اون سپرافکا و اون کاغذهایی که برای یک مهاجر لازم است اون را به مهاجر نمیفروشند و وظیفه سفارت این است که اون را به مهاجر نفروشد، اون بیاید برای مهاجر خدمت برساند، چون که از حساب مهاجر معاش میگیرد، از حساب نلاگ مهاجر او تمام زندگیش میچرخاند و یک سفارت برای مهاجرای خودش باید پشت و پناه باشد، حمایتگر باشد، نه اینکه بیاید و معیده ترین سپرافکا را هم به مهاجرا بفروشد. اگر دیاسپورا قوی شود پیش راه تمام اینها را میگیرد. برای همین است که حکومت تاجیکستان امروز دشمنی دیاسپورا شده است و اکثریت دیاسپوراهای قوی‌تر را از بین برد و چگونه یک میبینید کرامت شریپوف را گرفتن، استرداد کردند، عزت امان رو میبینیم امروز که در چی وضعیت قرار دارد و دیاسپوراهایی که کم جمعیتایی که کم طرف قوی میشوند از تاجیکا، حکومت رحمانوف دشمن اونها میشود و همین مصیبت است. ولی من مطمئنم به یک چیز، مردم تاجیک باید که از دیگر مردم یاد بگیرند، آموزند همین چگونه با دیاسپورا کار کردن رو. مثلا ما در اروپا هم یک جمعیت‌های خودمان را تشکیل کرده هستیم و جمعیت‌هایی که تاجیک‌ها در اونجا میآیند فعالیت میکنن از نام تاجیکستان، از نام تاجیک‌ها، ولی در اینجا هیچ کس دخالت کرده نمیتونه چون اروپا است و حکومت مثل روسیه نمیتونه دخالت کنه. ولی تاجیک‌های در روسیه بوده هم باید آهسته آهسته موقع خودشون رو پیدا کنن و بتونن. این دیگر صلاحیتی مهاجرا هست. از به اصطلاح من نمیتونم که بجای یک مردم مهاجر روسیه تصمیم بگیرم واقعا، چون وضعیت روسیه را بهتر خودی مهاجرای روسیه میفهمند، ولی مطمئنم که در آینده تاجیک‌ها به این نتیجه میرسند در روسیه و مهاجرین تاجیک دارای دیاسپورای قوی خواهند شد.
تشکر زیاد. الله حفظتان کنه استادای مهربان. آمین. تاجیکستان نیاز به سیاستمدار داره، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. موضوع درباره چی بود؟ کم راستی گپ من نو در اومدم. از 5 مینوت شد. درباره همین گرفتن نام پرزیدنت و در موعظه ها و در صحبت ها و اینها و این باعث شده است که برخی از علما و برخی از دانشمندان را بازداشت کردن، بخصوص داملا عبدالقیس را، برای اینکه گفته است قاری نظام الدین یک عالم است در نزد خدا قدر دارد و عالمان از یک پادشاه دیده بالاتر و منزلت بیشتر دارند. برای همین بازداشت و بازجویی شده است همون مختومی عبدالقیس. برای همین است. و در عموم چرا رحمان به همه رشک دارد، همین در تاجیکستان در همین باره است. رحمان فکر به همین دیدگاه ما رحمان دیگر تمام شد، یک انسان دیگر مثل فلج شده گه در رحمان. 30 سال در قدرت رو سیگه مخمم جوان هستم دیگر. رحمانوف نیاز به پیشواگی و من میدارم جناب و فلان و مهم اینه که رحمانوف فکر سیستمش رو ترش نشی، چیزی که ترش نشی دیگه و 10 میلیون اسیلیون اورو دیگه مقصد کلیک کردن و پیوست کردن دیگه امکان نداره. انا بعد درباره تاجیکستان نیاز به سیاست درست داره. مثلا برادر محیدین کبیری وقت صحبت میکنه همه میایند رو به محیدین کبیری. من مقصد مهاجر هستم، در همین مهاجرتم من بسیار تماشا میکنم صحبت های برادر محیدین کبیری را. یعنی صحبت میکنه صحبتی یک صحبت سالم، نه اینکه رحمان و وای کرده گام میزنه. انا همین ملت هم دیگه مثال چه یک آدم یک راه گم میکنه پس میبیاد دنبال یک راه درست، راه راست، راه آباد. دیگه رحمانوف به همین دیدگاه من تمام شده. دیگه رحمانوف دیگه نمیتونه که تاجیکستان مثل یک کمزی به موتور. من میفهمم شما را. همین یک کمزی به موتور، همین کم پرابلم ها در بالای همون کمز تلا میکنن، مقامات میبره لینلوباد تلا کردن میبرن خلاصه به پومیر میارن. این روز میشه اینا خشون اوج مونده شده گیان، همین مقامات خودش مونده شده گیان. وقتی یک قانون، یک فرمانی ناچیز یا فرمان ناجایز مقصد خیلی آدم خسته میکنه. وقتی برام میگن که برای همین کار کن، همون کار به همین موافق نمیشه، پس من خودم خسته میشم. همین دیدگاه ما رحمانوف فلج شده گیاه، هم خودش هم حکومتش. سلامت باشین. اکه علیم مثلا حالا برادر با وجود درباره همین چی گپ زد، وضعیتی حوزیره همین مثلا نهضت و حالا که وضعیتی افغانستان هم دارد همین چی شده است، روز به روز تغییرات آمده است. آیا این فشاری که در تاجیکستان هست، ملا زیایی همه زیر فشار است، این باعث نمیشه که دیگر جوان ها یک جای بیاوانه مثلا مردم به همون طرف بروند، اون طرف مرد و دیگر یعنی به نظر شما این وضعیتی که حالا رحمان آورده است، یعنی ملت تاجیک رو بیشتر به اون طرف سوق نمیدید؟ برادر با وجود این سوال هم با شما هم هست. خب این در همه چیز دولت های خودکومه که مردم رو یا مردم امید تمام امیدهاش رو گم میکنه، یگانه امید مردم به خودو میماند و مردم ها به مسجد و کلیسا و نمیدونم یعنی همون انستیتوت های دیگر رو میارن
از همین خاطر رامانوف از پیش همین رو دانسته خب مسجد ها را قریب که به سرپناه کرد، یعنی در آنجا داملوهای دستی هستند و داملوهای دولتی هستند، اما نوابسته از این که بغیر از داملوهای دستی بودن در آنجا مردم ها را زیاد از همان نماز ماندن نمیمانند که گپ های زیاد نشود. یک نفر اگر مامون جان فیض رحمانوف رو گوش کرده باشد و دیگرش نقل نکند، بعد نماز مردم رو از سن مسجد پیش میکنند، یعنی مردم ها رو با هر بهانه سعی میکنند که مردم ها زیاد با هم دیگر نشینند. از طرف دیگر همین خیلی که گفتید همین وای جوان ها یکی یکم مشغولیت ندارن، یعنی شغل ندارن، جوانایی که برای اونها خب جای کار نیست، جوانایی که شاید هنوز در خب با مهاجرت مهنتی نرفتن یا رفته دپورت شدن، اونها برای خود البته که مکان میکوبن، جای میکوبن. من مطمئن هستم که از ابتدا مطمئن بودم که همین گلمراد علیموف یگان چیز ایدئولوژی نداشت، یگان انگیزه ایدئولوژی برای رفتن به داعش نداشت. او را امان اگر در خاطر دارید امان روز و ساعت رستم موملی چی شده بود، خدمات ضد فساد شده بود و از نگاه من همین گلمراد علیموف در قطار بعضی دیگر یکی از قربانی های مبارزه با فساد باید میشد یا با یگان واسطه رنگ موجه حلیم هم همین خیلی شد. یعنی اینا خواستند یا از بین برند یا زندان کنند یا یک نوعی این خبر یافت و یگانه روی که پیدا کرد رفتن به سوریه، یعنی این دیگر انتخاب نداشت. تصور کنید که همین خیلی آدمایی که به خاطر یعنی همین خیلی داملا به خاطر اون که یک داملای دیگر رو تعریف و توصیف کرد و تشبیه به پیشوایی و شاهنشاهی او را کرد و باعثی چیز شد زندانی شدن شد. روز پگاه شاید جوان دیگر به خاطر اون که زندان نشود از زندان گریختن به دولت همسایه می رود و در اونجا آهسته آهسته اینا باز یک نیروی میشن، یک نیروی به مانند طالبان میشن و این رژیم رحمانوف و رژیم پوتین و رژیم چین امروز طالبان را که قبول میکنن هر سهشان از همین یعنی کفالت گرفتنی هستند که همین طالبان پناهگاه برای شینجانی ها نشوند و برای مسلمان های همون یعنی برای افراطی های تاجیک نشوند و برای افراطی های کرگیز و نمیدانم ازبک و روس هم قفقاز دارد، اینا برای خود همین گرانتی را گرفتنی هستند. یعنی طالبان تا همین روز همین خیلی سابقه داشتن که به همه گروه هایی که به خاطر اسلام مبارزه میبرن، به خاطر اسلامی که از نگاه طالبی است مبارزه میبرند، یعنی اسلام طالبی به خاطر جاری کردن اسلام طالبی مبارزه میبرند، برای اونها یک کریشه شده بود، یک پناهگاه شده بود و امروز این دولت ها به همین خاطر از طالبان کفالت میگیرند و حتی مطمئن هم شدن. سرگئی لاوروف مطمئن شد است که طالبان وعده دادن تمام اونا برای افراطی های تاجیکی جای
در امون افغانستان گرگان نمیتین و امروز روی خطی تاجیکان طالب را حدود چند 2000 گفتن کمیته دولتی امنیت ملی تسلیم طالبا کرد که همین آدما در شهروندان تاجیکستان و در هیئت شما و اینا را به ما تسلیم کرد. نظر شما چه عبارت ابو و اینجا طالبا می توانند اگر به سر قدرت بیایند اصلا نه پوتین گوش میکنند نه سینزپین گوش میکنند و نه رامون. اگر به سر قدرت اگر بر سر قدرت نوایند و پگاه اونها رو یعنی به سر قدرت نوایند اونها طبیعی است که برای امین خیل نیروها در اونجا حتی معاش هم تعیین. سلامت باشین برادر بابا جان. راستی همین حالا وقتی قضیه فقط برمیگرده به چند مسئله. یکی مسئله به اصطلاح پیشروی طالبا است و یکی مسئله شکست نهضت تونس است. دو مسئله که امروز میتونه جهان اسلام و در عموم منطقه خاور میانه و تاجیکستان رو هم حتی آسیای میانه و تاجیکستان رو هم تحت تاثیر قرار بدهد همین است. و همین حالا در فیسبوک وقتی که من چند چیز رو نگاه میکردم در این باره یکی از دوستان نوشته است که تا زمانی که زور نداشته باشید حتی در صورتی که 90% جامعه طرفدار شماست با یک قانون شما رو برمی‌دارند. و مثال آورده است نهضت تونس را و گفته است که همین است مسئله را آورده است و به شکل انتقاد کرده است و گفته است که دلیلش همین است که اگر مثل طالبا زور باشد برای ملاقات با شما صف میکشند ولی اگر مثل نهضت تونس 90% جامعه را هم داشته باشد ولی زور نداشته باشد شما را با یک قانون از بین میبرند برکنار میکنند. و یک نفر دیگر گفته است که 100% موافقم و افسانه دموکراسی را این کسانی میگن که واقعا انسان‌های خیلی به اصطلاح روشنفکر و پیشرفته هستند میگن افسانه دموکراسی را فراموش کنید و زور باشید. یعنی الکی آیا شما در همین نوشته ها احساس نمیکنید که یک فضا به سمتی به اصطلاح زور بودن به سمت خشونت رفته ایستاده است و یک ناامیدی از روش های مسالمت آمیز الکی در جامعه شکل گرفته است و این خود بیانگر یعنی همین چیزها است. و بسیار فکر میکنم که این چیزی که در این فضای مجازی دیده می شود در جامعه تاجیکستان به مراتب بیشتر احساس می شود و مردم تاجیک این را بیشتر و به مراتب بیشتر به همین نتیجه رسیدند و حتی که در فکری این مسائل هستند. بنابراین من فکر میکنم که ما در آینده نزدیک با مشکلاتی بیشتری در این زمینه روبرو خواهیم شد و یک شاید که خشونت ها در منطقه و در جامعه ما به خصوص رو به گسترش پیدا میارد و یک طرز ناامیدی از مبارزه های مسالمت آمیز هم فکر میکنم که در جامعه ما دیده خواهد شد. محمود جان رفت. یکی پیدا میشه رنگ تنگیم با گم میشه. تنگیم شد از یکی پیدا میشه با میره دیگه نفهمیدیم. ولی واقعا اکه علیم حالا شما همین مسئله رو در فضای مجازی پیگیری کردید دیدید که همین چیز با وجود اومده است است همین شکل یک گرایش به سمت خشونت. همین دنیا دو تقسیم شده. ببینید دنیا دو تقسیم شده است. دنیا یکی ما دموکراتیش میشناسیم قبول داریم که دموکراتی است یعنی حقوق بشر است آزادیش فردی است آزادی انسان است و جهانی که ضد همین ارزش است
بله. و جهانی که ضد همین ارزش است دو تقسیم شده است. یکی فرض کردیم رنگی که مثال ضد همین ارزش ها دو تقسیم، یکی جهان شرقی با رهبری روسیه و چین، جهان شرقی غیر اسلامی و یکی جهان شرقی اسلامی. و جهان شرقی اسلامی باز در درونش در داخلش باز جهان اسلامی باز به چیزای دچار است که به ضدیت های دچار است که او باز ضدیت های فرض کردیم اگر دو تقسیم کنیم اسلام، یعنی اسلام سیاسی معتدل و اسلام سیاسی افراطی. انا امروز مبارزه در بین اسلام سیاسی معتدل و افراطی می رود و متاسفانه جهان غرب امروز جانبدار اسلام سیاسی افراطی می شود در مقابل اسلام سیاسی معتدل. در مصر دیدیم، در تونس دیده استادیم، یعنی جهان غرب از جهان غرب جهان جاهلی اسلامی، جهالت اسلامی و زیرکی غرب می بیند که در اسلام الترناتیوی معتدل نیروی نهفته است که او رقیب غرب می شود و با او اجازت نمیتن برای پیدا شدن و هر دفعه بر ضد او مبارزه می شود و غرب در داخل اسلام بر ضد او البته مبارزه می شود، در داخل دولت های اسلامی، و غرب عادتا جانب اسلام افراطی را می. بله. چون که برای غرب این بیرق، چون این بیرق اسلامی امروز با گفت روسا ویگنه تر است. یعنی اسلام افراطی اکلیم یک لحظه، مثلا اسلام افراطی داعش، چرا غرب با داعش جنگید ولی از با طالبان غرب میخواهد اسلام داعش باشد؟ غرب میخواهد در جهان غرب اسلام را داعش فهمد، غرب میخواهد در جهان غرب اسلام را طالب فهمد، غرب نمیخواهد در جهان اسلام، در جهان غرب اسلام الترناتیوی را فهمد، اسلام الترناتیوی داعشی و طالبی. برای همین اسلام های داعشی و طالبی و فرض کردیم امارتی وهابی امروز اجازه نمیدهد که برای اون اسلامی که اسلامی واقعی است از نگاه من، برای او اجازت نمیدهد که او چیز کرد ظهور کنه. بسیار خوب. برادر با وجود نگون فکر دارید وگرنه 1 ساعت و 50 دقیقه شد به آخر برسونیم برنامه را. حدود 2 ساعت می شود. یک بار دیگر همه بینندگان برادرانی که خواهرانی که شرکت کردن تشکر میگیم از یکایکشان، از اکای علیم و برادر بوبوجان هم تشکر میگیم و اون برادرانی که با ما بودند و نوشتند و پدیلیت کردن و دیگر با ما بودند، از همه اونها و اونهایی که در اینجا صحبت کردن تشکر میگیم. خدا یار و مددگارتان باشد تا صحبت‌های بعدی. انشاءالله که باز در صحبت‌های بعدی خواهیم صحبت کرد و خواهیم با دیگر بحث کرد. خدا یار و مددگارتان باد تا صحبت‌های بعدی. خدا نگهدارتان باشه.